بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله ثم الحمد لله که الله متعال بر ما و شما توفیق داد و به درس 12 رسیدیم. در درس 12 شناخت اسماء الله سبحانه و تعالی نوبت میرسه به اسم الجبار الله سبحانه و تعالی. علامه ابن قیم جوزی رحمه الله میگه که کسی که اسماء الله الحسنا را بشناسه ان شاء الله تعالی، کسی که نامهای الله را بشناسه و معنای از را بفهمه، محبت الله برزی پیدا میشه. الله متعال محبتش نصیب ما و شما بگردانه. خب دوستای عزیز، بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از اسماء الله الحسنا اسم الجبار الله سبحانه و تعالی هست. و طبعا یک نکته دقیق را که باید ما شما بفهمیم که الجبار یکی از صفات هست که صفات عظمت و جلال و کبریای الله هست که به جبروت و ملکوت و به عظمت الله سبحانه و تعالی شایسته هست. این صفت برای مخلوقات صفات نقصان هست. مخلوق نباید خودم چی کنه به این صفت آراسته بکنه، بلکه این صفت از صفات الله هست و ما و شما میفهمیم که در صفات الله چی معنا میده. خب اول میگیم کلمه خود امی جبار از کلمه جبره گرفته شده هست و اصطلاح جبرک است یا این کلمه جبرک است در لغت چند معنا میده. معنای اولش است که جبره اصلاح یک چیز به شکل با چیزی از قدرت و تسلط است. شما میخواین با قدرتتان یک چیز را اصلاح بسازین. اینجا کلمه چی استعمال میشه؟ جبره استعمال میشه. مثلا میگن که جبر العظم ای اصلح کسره. مثلا یک استخوان است، این چی شده؟ شکسته هست. اولی رو جبران میکنه، اصلاح میکنه، لکن یک چیز دیگه از قوت خود و از زور خود و از چیز خود استفاده میکنه. پس این جبره یک معناش اصلاح با چیزی از اصلاح یک چیز با شیء یا مقداری از چی؟ از تسلط و قدرت و قوت. خب دوم به معنای جبران نمودن میه. مثلا یک کار را جبران میکنه. مثلا یک نفر شما در حقش چی کردین؟ ظلم کردین، میخواین آل ایره جبران بکنین، میرین پیشش، از پیشش معذرت میخواین و اما حقش که تلف کردین برشان میتین به خاطر جبران ازی. یکی از معناهایش چی است؟ قد تجبر الرجل اذا عاد الیه من ماله بعد ما کان ذهب منه. خب اینا مثلا یک نفر مالش رفته بود دوباره پس جبران شد، پس مال خدا حاصل کرد، میگه تجبر الرجل. معنای سومش به معنای طویل میه، یعنی الجبار من النخیل میگه. مثلا میگن خرما، الجبار من النخیل. کدام خرما رو میگن؟ یعنی درخت خرمایی که و هو الطویل الذی فات ید المتناوله، یعنی قدر طویل هست که دست امو کسی که بخواه بگیره اینا گرفته نمیتونه. پس اینا خرما چی میگن؟ یعنی الجبارو من النخیل میگن، نخیل الجبار میگن. این نخیل الجبار چی مونه؟ یعنی خرمایی که بسیار چی هست؟ بسیار بلند است. این معناهای لغوی ازی هست. در اسماء الله الحسنا اسم الجبار الله سبحانه و تعالی بسیار معانی دقیق و زیبا و شیرین داره. اینجا چون این اسم از اسماء الله الحسنا هست، 3 نقطه در اینجا یاد بگیرید. 3 نقطه که امی وقتی که الله سبحانه و تعالی الجبار هست، کلمه الجبار یا اسم الجبار الله دلالت میکنه به 3 صفت اساسی. او چی هست؟ جبر الرحمه و یدل علی من له جبر الرحمه، جبر رحمت، و جبر القوه و جبر العلو. پس الله سبحانه و تعالی الجبار است به خاطر ازی که این 3 جبر داره: جبر قوت، جبر رحمت و جبر علو. کم کم تشریح میگم تا درست بفهمید این 3 کلمه را. اول
فهمیدیم که الجبار از اسماء الله الحسنا هست. بله هست. چی دلیل داریم؟ دلیلش سوره حشر آیت 23 هست که الله سبحانه و تعالی میگه هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر العزيز الجبار المتكبر. این در اینجا هست سبحان الله عما یشرکون. الحشر آیت 23. پس اینجا فهمیدیم که اینجا الجبار که هست یکی از اسماء الله الحسنا هست. خب گفتیم که در اسم الجبار الله 3 نقطه را باید بفهمیم. اولش چی بود؟ جبر و رحمت. جبر رحمت چی معنا میده؟ جبر رحمت 2 مفهوم داره، یعنی جبران نمودن، جبران کننده. الله الجبار است یعنی جبران کننده هست. چی معنا؟ الذي یجبر الکثیر و یغنی الفقیر. این عقیده را داشته باشی. الجبار ذاتی که جبران میکنه انسان دل شکسته را. یک نفر دلش شکست، در حقش ظلم شد، از خانهش کشیدن، از مال کشیدن، از سختی های زیادی را به خاطر دین الله تحمل کرد. در زندان انداختنش، بندیش کردن، توهینش کردن، تحقیرش کردن. دل ازی شکسته هست. آلی بر دل شکسته ازی مرحمه که دل شکسته ازی را دوباره مثلا به حالت نرمال بیاره. چی هست؟ صفت الجبار الله هست. وقتی این مخلوق میفهمه که او ذاتی که الجبار هست جبران کننده هست، قلب شکسته مرا دوباره او ترمیم میکنه. از دشمنایی که در حق من ظلم کرده که او دشمنای حقیقی دشمن من نیستن، اونا دشمن الله هستن. چون من الله را بر مردم معرفی میکنم، از این خاطر اونا امرای من دشمنی میکنن. اگر من مثلا کدام برنامه دیگه می داشتم که مثلا مخلوقات معرفی میکردم، چیزهای مبتذل برنامه میگرفتم، باز اونا هیچ وقت حتما دشمنی نمیکردن. حتی خوب معاش و خوب پیسه و خوب موتر و خوب زندگی هم میدادن. اونا دشمن الله هستن. بناهن مرا قلب من شکستاندن به خاطر ازی که ما دوستی خود با الله اعلام کردم. پس قلب شکسته تو انسان مؤمن مجاهد موحده که قلب تو را مشکنانن و تو را اذیت میکنن، گاهی در زندان، گاهی در بمبارد، گاهی به اذیت، گاهی به شکل، گاهی به لط کردن، گاهی به دشنام دادن، گاهی به توهین کردن، تو مجاهد مؤمنه که به خاطر عقیده توحید لا اله الا الله مبارزه میکنی، قلب تو را کی میتونه مرحم گذاری بکنه؟ الجبار ذاتی که الجبار هست. قلب شکسته ما و شما را چی میکنه؟ و الله سبحانه و تعالی مرحم از رحمت خود. از رحمت خود موسی علیه السلام بسیار فرعون آزار داد و کسایی که پیروان موسی علیه السلام بودن، اصحاب موسی علیه السلام بودن، چقدر فرعون اینا را اذیت کرد قلبایشان را تکت تکت قلبایشان را شکستان. لکن الله سبحانه و تعالی دوباره الجبار هست. این انسان فرعون، این فرعون وحشی را در مقابل چشمایشان غرق هلاک کرد. بالاخره جسدش آورد دمو چیز انداخت که مردم تصور نمیکردن که این فرعون خطرناک این مردار میشه، میمره، یم کشته میشه. سبحان الله. یکی از الجبار، جبران کننده قلب شکسته و فقیری که فقیر عاجز است که او را غنا میده در دنیا و در آخرت. امروز مثلا ظالما ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. 4 صفت داره مجرمین. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، چشان خسر مسلمان ها خنده میکنن. و اذا مروا بهم يتغامزون، وقتی که از پیش مسلمان ها تیر میشن در قسمت مسلمان ها غمزن میکنن. حرکت های چشم و حرکت های زبان و حرکت های ابروی گپا را تو اشاره میکنن که عادت های مجرمین است.
ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون و اذا مروا بهم يتغامزون و اذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فکهین. وقتی که باز پیش اهل خود من انقلبوا فکهین. سوره مطففین آیت مثلا آیت 29 را باز بکنین. ان الذين الله متعال مجرمین اجرموها را معرفی میکنه. میگه مجرمین چی صفاتی داشتن؟ كانوا من الذين امنوا يضحكون، سر مؤمنا خنده میکنن. و اذا مروا بهم يتغامزون، وقتی که مسلمانان مرور میکنن با مسلمان ها، غمزه و حرکت چشم و حرکت ابرو و حرکت لب و قسمی و زبان تو را قسم حرکت ها دارن اگر دیده باشین این کارا میکنن. و اذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فکهین، باز به امرای اهل خود و خانواده خود و عمو و مرتدین و کافرین و منافقین و مشرکین و منافقین خود که یک جای میشن، با زبان خود فکایگویی و خوشحالی و خنده و ساتیری میکنن. و اذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضالون، باز مسلمان ها را که ببینن باز میگه که اینا گمراه هستن، اینا تروریست هستن، اینا وهابی هستن، اینا فاندامنتالیست هستن، اینا اکستریمیست هستن، اینا افراطی هستن. ببین این کلش اصطلاحات قدیمی که مثلا ساحر و مجنون و ایگپا را میگفتن، آل تروریست و مثلا فاندامنتالیست و اکستریمیست این اصطلاح استعمال میکنن. اینا یا گمراه هستن. یعنی چیست؟ و ما ارسل علیهم حافظین، باز میگه که شما کدام محافظ هم ندارین که شما را حفظ بکنن. نمیفهمن که حفظ الله میکنه که ملائکه حفظه هستن. الله متعال در روز قیامت الجبار قلبهای این مؤمنای به خاطر دین الله قدر اذیت دیدن چی میگه؟ فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون. وقتی که الله سبحانه و تعالی از ذات الجبار با قدرت و با عظمت خود اینا را ذلیل میسازه، قلبهای مؤمنین چی میسازه؟ مرحم میکنه. مسلمان ها چطور میشن؟ مسلمان ها باز امروز مسلمان ها من الکفار یضحکون، سر کافرها خنده میکنن. اوه فرعون سیکو، لینین سیکو، شداد سیکو، اوه ترامپ سیکو، روده هایش با هم امتو میگه اون اوباما را سیکو ده چی حالت خطرناک داره، ابلیس سیکو ده چی حالت خطرناک داره، نتانیاهو را سیکو ده اسرائیل که بود این جب ظالم طغیانگر، اوه طاغوت دیگر سیکو. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون، بالای امون تخت هایی که هستن که قرار تکیه کردن نظر میکنن. هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، آیا کفار با آن چیزی که میکردن این مرتدین و متجاوزین ظالمین و جزاهای خود رسیدن؟ اینا را میبینن. این قلبهای از اینا را که با دیدن امون جزاهای خطرناکی که بر طواغیت ظالم و خیانتکار داده میشه، با رئیس جمهور تاجیکستان که بعد از وقتی این طاغوت حجاب اسلامی را منع میکنه و خودش میرقصه، وقتی این ببینن که روده هایش تکت تکت شده و همون با حالت بسیار سخت به طرف آتش دوزخ کشانده میشه، قلب های مؤمنین موحد و خواهرای با ایمان ما که از دست از اینا و میبینن که مثلا ای پیکیکی و ای دشمنای الله، رئیس از اینا و رئیس جمهورای طاغوتا و ای ظالمایی که اینا را بمبارد میکردن و در زندان ها اذیت میکردن، پس ای قلب های خواهرا و برادرای مؤمن و با ایمان چی میشن؟ اینا مرحم میشن، راحت میشن. پس الجبار جبران کننده هست. علامه سعدی رحمه الله چی میگه؟ میگه الجبار الذي قهر جميع العباد و اذعن له سائر الخلق الذي يجبر الكثير و يغني الفقير. جبران میکنن. دوم اصلاح کردن. جبران یعنی اینجا چی هست؟ اصلاح نمودن است. به معنی المصلح لامورهم. الجبار ذات با عظمتی که امور بنده های خدا چی میکنن؟ اصلاح میکنن. دیگه از معنی این شد یکی اولش کدام جبر بود؟ اولش جبر رحمت بود، یعنی بر رحمت خود الله سبحانه و تعالی الجبار یکی از صفات رحمت الله در این قسمت است، یعنی جبر رحمت است، جبران کننده هست، اصلاح کننده هست و مرحم دهنده قلب های امو شکسته.
پس این جبر رحمت است، رحمت الله است. دوم الجبار جبر قوت است، قوت است. چی معنی؟ الذي لا تلیق الجبریت الا له. اینا جبر قوت چی میگن؟ اول ذاتی که جبروت بر ازو شایسته هست، قوت، عظمت، بزرگی، تسلط بر ازو شایسته هست. الذي لا تلیق الجبریت الا له ولا التکبر الا لعظمته. دیگه جبر قوت چی معنی؟ ذاتی که به جبروت ازو جبابره مخلوقات تسلیم و سرافکنده است. یعنی ذات دارای جبروت است، دارای قوت و سلطه و عظمت است که تمام همون کسایی که خود جبار میگیرن از مخلوقات، که خود بسیار قوی میگیرن و مسلط میگیرن و صاحب قدرت میگیرن، مثل فرعون غرقش میکنن، مثل هامان هلاکش میکنن، مثل قارون در خاک اما تو داخلش میکنه، غرقش در خاک میکنه، فرعون در آب غرق میکنه. بین این قسم ابو جهل ات الذلیل میسازه که در سر شکم ازو عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه نه مثل چوکی وارد سر سینی ازی میشینه و بالاخره گردن از این کافر از تنش قطع میکنه. این چی هست؟ این ذات الجبار هست که کمر بر ازو تسلیم شده جبابره همون مخلوقاتی که بسیار مغرور هستن. پس این دارای جبروت است، جبر قوت. سوم جبر قوت به این معنی که او ذاتی که به قدرت و به قوت خود، به اراده خود هر کس را مجبور میسازه. آسمان، زمین، آفتاب، مهتاب، ملائکه، انسانها، جنها، کل از اینا به جبروت ازو تسلیم هستند، به اراده الله تسلیم هستند. این جبر قوت میگن. یعنی ذات جبار ذات قویه که هر چیز اراده بکنه و تمام مردم تسلیم اراده خود ساخته. این جبر قوت میگن. علامه سعدی رحمه الله چی میگه؟ الجبار الذي قهر جمیع العباد. و ذاتی که مسلط مغلوب ساخته، مسلط است و مغلوب ساخته تمام بنده ها را و اذعن له سائر الخلق و تمام مخلوقات بر ازو تسلیم هستند. روزی که مرگش به خدا شور داده نمیتونه، هلاک میشه. فلانی نفر با همه قمال و پیسه و موتر که خالص از الله هست، تعمیری که از الله جور کرده، چوکی های خدا طلایی جور کرده، خوراکا، زندگی فلانی فلانی، ببینه که خودش افتاده متو در میدان و همه تو بیروح و رنگش زرد میزنه و هیچ چیز به دردش نمیخوره. چرا؟ به خاطر ازی که این تسلیم هست به چی؟ به اراده الجبار. علامه محمد امین شنقیطی رحمه الله در تفسیر خود چی میگه؟ میگه الجبار الذي يقهر كل شيء، الذي يقهر كل شيء لارادته. الجبار میگه او ذاتی هست که تسلیم میشه هر چیز به اراده از او و تقدیر لارادته و تقدیره، به اراده و تقدیرش. الله چی مقدر کرده کلگی تسلیم از او هست و چی اراده کرده و چی تقدیر کرده و یخضعه لایمنته، کلگی را به حیمنت و قدرت خود تسلیم میکنن، سرش خم میکنن. پس اولش جبر رحمت بود، دومش الجبار. یعنی اول الجبار ذاتی که جبر رحمت داره، جبران کننده هست، اصلاح کننده هست، قلبهای شکسته را مرهم کننده هست. دوم جبر قوت است که قوت داره و قدرت داره و سیطره داره و به اراده خود و به تقدیر خود کلگی را تسلیم میسازه. کلگی را، هر مخلوق که هر قدر خود بزرگ بگوید، برای اراده الله و به تقدیر الله تسلیم است. این جبر قوت. سوم جبر علو. جبر علو چی معنی؟ یعنی الله سبحانه و تعالی بلند است. رسول الله صلی الله علیه و از یک خانم از یک کنیز پرسان کرد که این الله؟ گفت الله فی السما، الله در بالا هست، در بالا هست. الرحمن علی العرش استوى. بنا اینجا استوای الله جبر علو است. یعنی الله سبحانه و تعالی دارای مقام عالی است. صاحبان فتاوا چی میگن؟ میگه انه سبحانه فوق خلقه. الله سبحانه و تعالی بالای مخلوقات خود هست. عال علیهم، رتبهشان عالی است، رب اعلا است، اعلا از بالایشان
و هو مع علوه علیهم قریب منهم. لكن با وجود از که الله در امت مقام عالی هست، الله به همراه از اینا با علم خود، با قدرت خود، با جبروت خود، با ملکوت خود بالای از اینا همراه از اینا هست. یسمع اقوالهم و یرا افعالهم، سخنایشون رو میشنوه و افعالشون رو میبینن. و یعلم ما توسوس به نفوسهم، حتی چیزی که در داخل قلب از این وسوسه میشه الله با خبر است. ایره جبر علوم میگن که ذات بسیار با عظمت است. بناهن الجبار ذاتی که جبر رحمت داره، به اساس رحمت خود قلبهای شکسته را چی میکنه؟ قلبهای شکسته را مرهم میکنه، اونا را علاج میکنه، او قلب شکسته را دوباره ترمیم میکنه، با رحمت خود بر از او اما قوت میده. پس این جبر رحمت است. اصلاح میکنه ما و شما را. کی ما را اصلاح کرد؟ الجبار بر ما کتاب روان کرد، الجبار ما را هدایت کرد، الجبار توحید نصیب ما کرد. ایچی است؟ این جبر رحمت است، اصلاح شی است. دوم جبر قوت، سوم جبر علو. پس در صفت جبار الله سبحانه و تعالی همین قسم مفهمیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.